سلام از استانبول. اینجا شهری است که در آن شرق و غرب به هم میرسند. خیلی خوشحالم که دوباره به این شهر فوق‌العاده برگشتم. هر بار که به استانبول میآیم چیزهای جدیدی برای کشف کردن پیدا میکنم. استانبول پلی بین اروپا و آسیا است، هم از نظر جغرافیایی و هم فرهنگی. اینجا میتوانید ترکیبی از فرهنگ‌ها، زبان‌ها و تاریخ‌های مختلف را ببینید. انرژی اینجا واقعاً آدم رو میگیره، ترکیبی از تاریخ باستانی و شور و حال مدرن. هر گوشه‌ای از این شهر داستانی برای گفتن دارد. از لحظه‌ای که میرسی در مناظر، صداها و بوها غرق میشی. بازارهای شلوغ، خیابانهای پر از زندگی و مردم مهربان، همه تو را به خود جذب میکنند. آماده باشید تا صدای اذان که از مناره‌ها طنین انداز میشود شما را مسحور کنند. این صدا بخشی از زندگی روزمره در استانبول است. عطر ادویه‌ها در بازارهای شلوغ حسابی هوش از سرتون میبره. اینجا میتونید انواع ادویه‌های رنگارنگ و خوشبو رو پیدا کنید. برای دیدن شکوه معماری آسمانی آماده باشید. مساجد و بناهای تاریخی این شهر شاهکارهای معماری هستند. استانبول یه ضیافت برای حواس پنجگانه است. هر گوشه‌ای از این شهر چیزی برای دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن دارد. جایی که میتونی تو کوچه‌های پیچ در پیچ شهر قدیمی گم بشی. اینجا پر از رازها و داستانهای قدیمی است. میتونی از قهوه ترک با منظره زیبای بوسفور لذت ببری. این تجربه است که نباید از دست بدی. استانبول برای هر سلیقه‌ای یه چیزی داره. بریم که کشفش کنیم. از تاریخ و فرهنگ گرفته تا غذا و خرید، این شهر همیشه چیزی برای ارائه دارد. اولین توقف ما میدان سلطان احمد است، جایی که تاریخ و فرهنگ به هم میرسند. خانه 2 تا از نمادین ترین بناهای دیدنی استانبول. اینجا میتونید تاریخ چندین قرن رو در یک نگاه ببینید. آماده باشید تا با دیدن ایاسوفیه شگفت زده بشید. این بنا با عظمت و زیبایی خودش هر بازدید کننده ای رو تحت تاثیر قرار میده. این شاهکار معماری زمانی کلیسا، سپس مسجد و اکنون موزه است. هر دوره‌ای از تاریخ خودش رو در این بنا به نمایش گذاشته. به داخل قدم بذارید و با سقف‌های بلند مزین به موزاییک‌های پیچیده روبرو میشید. این موزاییک‌ها داستان‌های بیشماری از گذشته رو روایت می‌کنند. نور خورشید از پنجره‌های باستانی به داخل میتابه و فضای وسیع رو روشن میکنه. این نور طبیعی به فضای داخلی حس زندگی و حرکت میده. این منظره‌ای واقعاً الهام بخش است که فراتر از زمان و مذهب قرار داره. هر گوشه‌ای از این بنا پر از جزئیات هنری و تاریخی است. درست روبروی میدان مسجد آبی قرار داره، یکی از زیباترین مساجد جهان. یه تصویر زیبا به رنگ آبی و سفید. این مسجد با طراحی منحصر به فرد خودش هر نگاهی رو به خودش جلب میکنه. 6 مناره باریکش خط افق استانبول رو زینت میده. این منارها نمادی از قدرت و زیبایی معماری عثمانی هستند. در داخل شما مجذوب کاشی‌های آبی رنگ ایزنیک میشید که نام مسجد از اونها گرفته شده. این کاشی‌ها با طرح‌های زیبا و رنگ‌های زنده فضای داخلی رو به یک اثر هنری تبدیل کردند. یادتون نره که موقع بازدید از این مکان‌های مذهبی لباس مناسب بپوشید. احترام به فرهنگ و سنت‌های محلی بخش مهمی از تجربه سفر است. حالا در کاخ توپکاپی به زمان گذشته سفر می‌کنیم. این کاخ مجلل قرنها محل اقامت اصلی سلاطین عثمانی بود. همونطور که در حیاط‌های کاخ قدم می‌زنید، عظمت و شکوهی که در این دیوارها جریان داشته رو تصور کنید. به اتاق‌های مجلل حرم‌سرا نگاهی بندازید. از جواهرات و گنجینه‌های خیره کننده در خزانه شگفت زده بشید. حتما از مناظر نفسگیر شهر و بسفر از باغ‌های کاخ لذت ببرید. انگار وارد یه افسانه واقعی میشی. برای یک ماجراجویی حسی در بازار بزرگ، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهان، آماده باشید. خودتون رو برای دیدن 1000 توی رنگارنگ، بوها و صداهای مختلف آماده کنید.
این بازار پر پیچ و خم، گنجینه‌ای از سوغاتی، ادویه، فرش و چیزهای دیگه است. مهارت‌های چانه زنیتون رو امتحان کنید تا یه راحت الحلقوم ترکی عالی یا یک کاسه سرامیکی نقاشی شده با دست بخرید. حتی اگه چیزی نخرید، تجربه گاشت و گذار در کوچه‌های شلوغ فراموش نشدنیه. یادتون نره که برای یه فنجان چای تازه ترکی توقف کنید و از فضای پر جنب و جوش لذت ببرید. هیچ سفری به استانبول بدون گشت و گذار در تنگه بسفر کامل نیست. این آبراه نمادین اروپا و آسیا رو از هم جدا میکنه و مناظر خیره کننده ای از هر دو قاره ارائه میده. همونطور که روی آب حرکت میکنید، از کنار کاخهای باشکوه، قلعه‌های باستانی، روستاهای ساحلی جذاب و پلهای مدرن عبور خواهید کرد. سعی کنید زمان گشت و گذارتون رو با غروب خورشید هماهنگ کنید تا یه تجربه واقعاً جادویی داشته باشید. آسمون با رنگ‌های متنوع منفجر میشه و یه درخشش طلایی روی شهر میاندازه. این لحظه ای است که به این زودی‌ها فراموش نمی‌کنید. بخش ششم، منظره پانورامای بی‌نظیر، مناظر از برج گالاتا. برای بهترین مناظر پانوراما از استانبول به بالای برج گالاتا برید. این برج قرن 14 مناظر تسع‌ز درجه نفسگیری از شهر، شاخ طلایی و بسفر ارائه میده. با نگاه کردن به منظره شهر، از وسعت و زیبایی استانبول شگفت زده میشید. این صحنه به خصوص در شب که چراغ‌های شهر در پایین می‌درخشند، جادویی است. بخش هفتم، نبض مدرن، میدان تکسیم و خیابان استقلال. حالا بریم که قلب مدرن استانبول رو تجربه کنیم. میدان تکسیم و خیابان استقلال. میدان تکسیم یه مرکز حمل و نقل شلوغ و یه محل ملاقات محبوب برای مردم محلی و گردشگران است. از آنجا در خیابان استقلال، یه خیابان پیاده‌روی پر جنب و جوش که پر از مغازه‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و موسسات فرهنگی است، قدم بزنید. این مکان برای خرید، غذا خوردن و تماشای مردم عالیه. بخش هشتم، یه ضیافت برای حواس پنجگانه، غذاهای خیابانی خوشمزه استانبول. استانبول شهری که در آن شرق و غرب به هم میرسند، به خاطر غذاهای خیابانی متنوع و خوشمزه‌اش معروفه. هر گوشه ای از این شهر پر از عطر و طعم‌های مختلفه که شما رو به یه سفر غذایی بی‌نظیر دعوت میکنه. آماده باشید تا با غذاهای خیابانی فوق‌العاده استانبول جوانه‌های چشای خودتون رو قلقلک بدید. از کباب‌های خوشمزه گرفته تا شیرینی‌های لذیذ، هر چیزی که دلتون بخواد اینجا پیدا میشه. نمیشه استانبول رو بدون امتحان کردن دونر کباب که یکی از محبوب ترین غذاهای خیابانی این شهره ترک کنید. این غذای لذیذ از گوشت نازک برش خورده که روی یه اجاق گاز عمودی پخته میشه و در یه نان لواش یا بشقاب سرو میشه تهیه میشه. از لایه‌های شیرین باقلوا که یه شیرینی ساخته شده با خمیر فیلو، آجیل و عسل لذت ببرید. این شیرینی خوشمزه در هر گوشه‌ای از بازارهای خیابانی استانبول پیدا میشه و یه تجربه بی‌نظیر برای دوستداران شیرینیه. برای یه میان وعده سریع و خوشمزه، یه سیمیت که یه حلقه نان کنجون جدید بگیرید. این نان خوشمزه و ترد یکی از محبوب ترین میان وعده های خیابانی استانبوله. سیمیت رو میتونید در هر گوشه ای از خیابان‌های استانبول پیدا کنید و با یه فنجان چای ترکی یه میان وعده کامل و خوشمزه داشته باشید. و البته هیچ سفری به استانبول بدون چشیدن چای ترکی که در لیوان‌های کوچ لاله‌ای شکل سرو میشه کامل نیست. این چای خوشمزه و معطر یه بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ غذایی استانبوله. چای ترکی رو میتونید در هر کافه خیابانی پیدا کنید و با هر جرعه از این چای گرمای مهمان نوازی مردم استانبول رو حس کنید. این چای یه تجربه بی‌نظیر و فراموش نشدنیه. بخش نهم، تا دیدار بعدی، استانبول. با پایان یافتن ماجراجویی استانبول ما، امیدوارم که شما هم مثل من عاشق این شهر جذاب شده باشید.
از شگفتی‌های باستانی تا لذت‌های مدرن، استانبول جایی است که مدت‌ها پس از خداحافظی در ذهن شما باقی می‌ماند. من شما رو تشویق می‌کنم که خودتون جادویی استانبول رو کشف کنید. تو کوچه‌های پر جنب و جوشش گم بشید، از غذاهای خوشمزه‌اش لذت ببرید و گرمای مردمش رو در آغوش بگیرید. ناامید نمی‌شوید. تا دیدار بعدی، سفر خوش!